پرو چرا صحنه گیمرم فوق داداش، من نمیافتم. این بازی ها دو واسه دقیقه ای من جوکه. گفتی یه ساند خوب برات دارم بزنم. وای 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 وای.
سال نو تو هم مبارک داداش. قربت برم 100 سال به این سالا. بعد چند عشق داداشی. آره حاجی امسال دیگه پرواز میکنیم. امسال دیگه امسال خیلی اتفاقات میفته. یه واقعا اوج واقعی رو میبینیم. نه دفعه دیگه جدی هم. نه آره یه ذره کلافه هستم هنوز حاجی. ببین تا نرسم و این کلافگی در نمیام. اینو بگم راحتت کنم. تا به اون چیزی که نرسم، به اون چیزی که همیشه تو ذهنمه، حاجی حتی دیشب یه خواب دیدم عجیب غریب پشمات میریزه برای تعریف کنم. خواب دیدم قبل از خواب اول تو استریم بودم و خب یه سری آدما دوباره جدید منو پیدا کردن. دانیمون فلان به تو اومدی و اینا. چه میدونم یه سری میگن چقدر فلان شدی، چقدر پیر شدی آره حاجی. و یه سری میگن مثلا چیکار میکنی، چرا مثلا فلان نمیسازی، به استور نمیسازی، انگار مثلا من دلم نمیخواد خودم. میدونم داشت آره میدونم اونطوری هم آره. نه دیگه به دل نمیگیرم چیزی رو. میگی چیه؟ خب بذاریم رو بگم. مثلا اینا گفتم فلان من دوباره فکر و خیال کردم و اینا. بعد شب گرفتم خوابیدم یه خواب دیدم اصلا عجیب غریب قشنگ انگار بگو دیگه این چند ساله رو تو خوابم دیدم دوباره، ولی یه طور دیگه استعاره طور. کدوم چند ساله همین چیزا دیگه. تو این نمیدونی از اول چی رو تعریف کنم. ببین من شروع همینطوری بودش. من کسی بودم که همیشه تو خانواده کسی بود که هر کس هر چیزش خراب میشد من درست میکردم فلان به سورت خوره این داستانا بودم و اینا. آره. و خب همیشه هم توی ادیت و فلان این چیزا علاقه داشتم و اینا. میام آموزش ویدیو میدم، ادیت ویدیو میدم با موبایل. موقع اینستاگرام داشت کسی نه، ما جزو اولین نفرا بودیم. آره. میام بالا آموزشم خفن بود، شخصیتم همه دوست داشتن و اینا، دوره میذاشتم، کسب درآمدم شروع شد. با پولایی که در اومد یه برنامه ساختم، یه شو کردم، یه برنامه‌ای که سری ویدیو هم تمام تخیلی. آره آره خوش به حال هر کسی که دیگه داشت. بعد با همون دیگه داشت تو کل ایران ویدیو هم پخش میشه و خیلی منو میشناسن. بعد یادش بخیر خلاصه که کارم میگیره جلو و فلان اینا تا یه روز یه ویدیو میذارم، یه ویدیو فان همینطوری جدا از تمام تخیلی ویدیوهای فان مختلفم میذاشتم تا تمام تخیلی لوس نشه، بی‌مزه نشه. یکی از ویدیوهای فان من این بود که یه موزیک بود برای بازی سگا بود، میگفتن بچه‌ها باش خودکشی کردن. من اومدم به اون ریاکت رفتم یه ویدیو فان ساختم. اون موقع اینستاگرام مثل الان نبود، ریلز و فلان و بسا اینا پشمی ویو بگیری و هر کسی برای خودش بیاد و اینا. اون موقع اینطوری بود اکسپلور بود که باید تو عکسای کاورای یک در یک میساختی، روی اون کاور با یه طور طراحیش میکردی که آدمو کنجکاوشن بزنن روش و ویدیو اسلایدی تو رو ببینن. من سر اون کاور نوشتم خودکشی کن و آدمو میزدن روش کنجکاو میشدن، داشت ویو هم میگرفت. ولی خب تو همیشه طرفدار داشته باشی، هیتر اینا هم داری دیگه. خلاصه که یه سری انگار ریپورت زدن و فلان اینا، یا خود اینستاگرام فهمید نمیدونم، برام یه جیمیل اومد یه تومار که شما نمیدونم تخلف کردید و اینا. حالا اینو بهت بگم پشمات بریزه. خوابی که دیشب دیدم بعد از اونها که دیگه میدونید دیگه کلا کار نکردم، پیجم بسته شد و فلان اینا. خودم هم که تو دارک ساید بودم، اینم یه تاییدی خورد که دیگه قشنگ برم تو دارک ساید دیگه، تو سیاهی و فلان اینا. حالا خوابی که دیدم چی بود؟ خواب دیدم که دارم یه ویدیو ضبط میکنم، 24 ساعت روی صندلی باید می‌نشستم و بلند نمی‌شدم. بعد دستشویی میگیره، بلند میشم میرم دستشویی، توی دستشویی گیر میکنم، 3 سال توی دستشویی میمونم و خیلی ترسناک بود و انگار همون 3 سالی که من خودم توی افسردگی بودم و اینا یه استعاره شدش. اون تخلفه اینطوری بودش که نباید بلند میشدم، یه تخلف بود، مثل همون که نباید اون ویدیو رو میذاشتم، یه تخلف بود. بعد رفتم داخل دستشویی، اونجا موندم و فلان اینا، 3 سال تو افسردگی و داشتم دیوونه میشدم و اینا، تا خمیردندون رو میذارم و میرم توی مغزم، انگار حکم دراگ داشته، میام توی مغزم، میرم مغزم به هم ریخته، از خونم ترکیده و
خودم مثلا یه شکل دیگه هم یه کالبرد دیگه از من هستش که حرفایی که آدما و بقیه و چیزایی که به میشنون و فکر و منفی و همین چیزا داره به من میگه، نمیدونم تو نمیتونی، تو فلانی، تو بساری. آخر اینقدر رد میدم، اینقدر دیوونه میشم، میرم افکار منفی میخوام دوباره بیان سمتم و اینا، خودمو میکشم. بعد از خودمو میکشم میرم توی جهان موازی، دوباره از جهان موازی دیگه میرم توی جهان موازی دیگه. اینقدر هی میرم اینجا دیگه دانیما نبودم. همه منو میبینن میگن این کیه و فلان و بسار اینا و پشماشو میریزه و آخرم تاش یهو نمیدونم تصادف میکنه فلان، من خواب میپرم. آره آجی پشمام ریخته همچی خوابی دیدم. نشونه چی؟ آره آجی مثل این نشونه است فلان اینا نمیدونم، ولی جدی انگار قشنگ به تصویر دیدم چیزایی که این مدت این چند ساله به من گذشت. آره ولی هنوز دانیم. آره استریم میکنم آجی، استریم که خیلی حال میده فعلا. آره خلاص می چی الان به این اصلا این اتفاق افتاد و این خوابی که دیدم و این الان سال جدید و فلان اینا، قشنگ دارم به یه نتیجه میرسم دیگه. داشت امسال دیگه باید تموم شه، باید پرونده این بازی تموم شه دیگه، باید بسته شه دیگه، قشنگ دیگه تموم اوجو دیگه، قشنگ از ببینم فعلا، قشنگ برم سمتش. اگه یه اسم بذارم سال امسال میخوام طلوع کنم آجی، میخوام طلوع کنم دوباره. اسمش میذارم مورایز. آره دانیما که مو، رایز هم که میشه طلوع دیگه. آره مورایز. اوکی میریم میبینیم. من یه پلنی میچینم که تو این چند ماه با حد اکثر امکانات میام تا کم کم اضافه میکنم. آره برو بریم آجی. حالا میبینم بیشتر سال میکنم، رایز میکنیم. میبینم این فرشه بازم سال دوباره قربون دارم فرشه اشتر باشی. قربونه خداحافظ سرچم. خداحافظ.